صف آرایی تازه طالبان با مقاومتگران در پنجشیر و اندراب. اخبر بر مقاومت در برابر طالبان تاکید کرد. ترس از تکرار تاریخ. نماینده افغانستان در سازمان ملل میگوید که افغانستان هنوز هم قربانی تروریسم است. گسترش خطر انتحاری از روسیه تا هند. بازداشت جوانی که میخواست در هند انتحاری کند. و بحران سیاسی پاکستان. برنامه بازداشت عمران خان روی میز قرار گرفت. محمد ظاهر اخبر، سفیر افغانستان در تاجیکستان که از چهره‌های برجسته مقاومت اول با احمد شاه مسعود و مقاومت دوم با احمد مسعود است، در گفتگوی ویژه با آماج نیوز گفته که از همان جایی که طالبان آمده اند پس به همان جا دوباره منتقل خواهند شد. سفیر افغانستان در تاجیکستان افزوده در برابر کسی که از راه زور مردم و کشور را تهدید کند چاره‌ای جز مقاومت نداریم. اگر کسی از راه زور و از راه سلا بخواهد که مردم ما را، ملت ما را، کشور ما را تهدید بکنه و در مستعمره یک کشور قرار بده، بنا هم راه دیگه نداریم جز مقاومت. آقای اخبر بر حضور فعال گروه‌های تروریستی در افغانستان خاطر نشان ساخته که نه تنها همسایه‌ها بلکه کل منطقه از وضعیت فعلی افغانستان نگران هستند. او همچنان در پاسخ به پرسش مبنی بر این که آیا جبهه مقاومت از لحاظ تسلیحاتی برای دراز مدت مقاومت می‌تواند یا خیر گفته به خاطر جنگ به دست دراز کردن برای کمک دیگران نیاز نداریم، چون جنگ در سطح ملی مربوط ما است، اما در سطح منطقه و جهان مربوط کشورها می شود. جنگ در سطح ملی مربوط به ما هست، اما در سطح بین المللی مربوط به دیگرها هست، در سطح منطقوی مربوط به دیگرها هست. بناهن طالب یک تهدید کلی تنها بر افغانستان نه بلکه بر منطقه و جهان است. من باور دارم کشورهایی که تا هنوز متوجه نشدن بعد از این متوجه بشه. محمد ظاهر اخبر در حال بر مقاومت در برابر طالبان تاکید می کند که در روزهای گذشته فعالیت مقاومتگران در پنجشیر و اندراب افزایش یافته و اخیراً طالبان فرمانده جدید برای این دو منطقه مقرر کردند. گفتگوی ویژه سفیر افغانستان در تاجیکستان را به صورت کامل در یوتیوب آماج نیوز تماشا می توانید. نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل میگوید که این کشور هنوز قربانی تروریسم است و مردم آن از اعمال تروریستی و تهدیدات ناشی از حضور گروه‌های تروریستی رنج میبرد. آقای فایق به مناسبت 21 اگست روز بین المللی یاد بود و گرامی داشت از قربانیان تروریسم هست. در توییت نگاشته که نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل 5 سال قبل قطعنامه‌ای را با حمایت 95 کشور به خاطر شناسایی و نامگذاری این روز و مجموعه عمومی این سازمان ارائه کرد و این قطعنامه به اتفاق آرا به تصویب رسید. او افزوده است که بر اثر تلاش‌های نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل دومین قطعنامه برای افزایش و جلب کمک‌های بین‌المللی به قربانیان تروریسم نیز تصویب شد. نصیر احمد فایق افزوده که این تلاش‌ها از جانب افغانستان به عنوان کشور قربانی تروریسم به خاطر همبستگی بین المللی و حمایت از قربانیان تروریسم صورت گرفت. 1 سال از تسلط طالبان بر افغانستان می‌گذرد. این کشور در حال قربانی تروریسم از سوی آقای فایق خوانده شده است که پیش از تسلط این گروه شماری از اعضای طالبان به عنوان تروریست در لیست سیاه شورای امنیت سازمان ملل قرار داشت. سرویس امنیت فدرال روسیه FSB امروز دوشنبه 31 اسد در خبرنامه نگاشته که یک عضو گروه داعش به نام آزموف آشاهونی که قصد انتحار بر یکی از عضوهای حزب حاکم هند BJP را داشت بازداشت کردند. سرویس امنیت فدرال روسیه گفته که این جوان 30 ساله در ماه‌های اخیر در ترکیه از سوی داعش جذب شده و پس از آن به او دستور داده شده تا به روسیه سفر کند و اسناد لازم را به دست آورده و بعد به هند رفته و انتحار کند. این عضو داعش در ویدیویی که از او نشر شده و به زبان روسی صحبت می کند میگوید که با طرح این حمله در پی گرفتن انتقام از نوپور شرما سخنگوی حزب حاکم هند BJP به دلیل توهین به حضرت محمد بود. اگرچه در مورد شهروندی این عضو داعش به گونه مشخص چیزی گفتن نشده، اما سرویس امنیت فدرال روسیه او را شهروند یکی از کشورهای آسیای مرکزی خوانده است. در 26 ماه می نوپور شرما سخنگوی حزب حاکم هند در یک برنامه تلویزیونی در مورد پیامبر اسلام اظهارات را بیان کرد که اعتراضات را در سراسر جهان اسلام به همراه شد.
با دنبال نشر گزارش‌های مبنی بر بازداشت قریب الوقوع نخست وزیر پیشین پاکستان، رسانه‌های این کشور می‌گویند که رهبران حزب تحریک انصاف هشدار دادند که عمران خان رهبری این حزب برایشان خط قرمز است. از سوی هم عمران خان حکومت کشورش را به سانسور سخنرانیش متهم کرده است. او گفته است که حکومت کنونی پاکستان با این اقدام مانع شد تا مردم به سخنرانیش در یک گردهمایی سیاسی گوش دادن نتوانند. این اتهام پس از آن بیان شد که اداره دولتی نظارت بر رسانه‌ها در پاکستان ناوقت شنبه 20 اگست نشر زنده سخنرانی عمران خان را زیر نام سخنان نفرت انگیز علیه ادارات دولتی آن کشور منع قرار داد. عمران خان در واکنش به این اقدام حکومت کنونی آن کشور در توییت نوشت: این نه تنها حمله آشکار بر آزادی بیان است، بلکه ضربه‌ای بر صنعت رسانه‌های دیجیتال است که بر اشتغال بسیاری از شهروندان تاثیر می‌گذارد. کمپاین توییتری که به حمایت از عمران خان راه اندازی شد به سرعت مورد توجه قرار گرفت و تا پیشتر از نشر این گزارش بیش از 150,000 بار ریتوییت شد. طرفداران عمران خان در جریان این کمپاین خط قرمز ما عمران خان است را در توییت نشر و باز نشر می‌کند. تعداد از هواداران برای همبستگی با رهبرشان در اقامتگاه آقای خان واقع به نیگالای اسلام آباد گرد آمدند. عمران خان پس از آن که در اپریل 2022 توسط رای عدم اعتماد پارلمان کشورش از قدرت کنار زده شد، خواهان برگزاری انتخابات جدید در پاکستان شده است. نخست وزیر پیشین پاکستان پس از برکناریش از قدرت در گردهمایی‌های سراسر کشورش سخنرانی‌های آتشین ایراد کرده است. او ادعا کرده است که برکناریش از سمت نخست وزیری نتیجه یک دسیسه ایالات متحده و جانشین شهباز شریف بوده است، اما واشنگتن همواره داشتن هر گونه نقشی در سیاست داخلی پاکستان را رد کرده است.